سلام علیکم دوستان عزیز، صبح زیباتون بخیر، روزی خوب و خوشی داشته باشین انشالله. دوستان عزیزم، بالکن خونه اینجا میخواستم کشاورزی ها بهتون نشون بدم که کسی بخواد کشاورزی کنه در بالکن خونه میشه کشاورزی کرد. اینم بالکن خونه، اما بالکن بزرگه، خورده طبقه چهارم. اینجا کشاورزی کردیم. ساکن سبزی ها رو بهتون معرفی کنیم دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز خیار کاشتیم و ریحان هم بغلش. اینا گشنیجه، اینا مایدانوز. دیگه خدمت شما عرض کنم گندنه. دیگه نه اینجاش خدمت شما عرض کنم که برای قرمه سبزی کشت کردیم شنبلیله، دیگه شایی، نعنا کشت کردیم اینجا. اینا هم گلدانای فلفل کبابی، فلفل های تند ما تازه نشش زدیم تا هنوز در گلدون نزدیم تیسره. اینا هم ریحان، اینم گورجه کاشتیم اینجا بنای گلدونی خورده. اینام نعنای، ایناش هم نعنای. در جایی میخوام چی کنم فلفل های تون بزنم منتها هنوز نزدیم اینا را هنوز. اینجا هم یک سه بوتا چیز کاشتم، گورجه فرنگی. آره دوستان، اینم از آب و هوای سوئیس که یک صبح خیلی قشنگ هوا، هم تا نیمه ابری هم تا بارون کم کم میزنه اینجوری، بسیار قشنگ و زیبا. آره دوستان عزیز، اینجا رو نشون بیدم بهتون. دیگه سال بهار شده و کوها سرسبز.